از وقتی که این صحنه رو من دیدم، من دیگه هیچی باور نمی‌کنم کاری که نشه تو این عالم کرد. خب دیگه نمیتونم باور کنم به این راحتی‌ها. تو نمیتونی منو قانع کنی که من یه کاری رو دوست دارم ها، خیلی هم خوبه ها، ولی من نمیتونم. دیگه نمیتونم به این راحتی‌ها باور کنم. حالا چرا این به دلم نشست؟ چون خب ما هم یک مدتی کار کردیم، یعنی یه مدتی منم جوان‌تر که بودم سنگ نوردی، کار کوهنوردی اینا کار می‌کردیم، البته با تجهیزات و امکانات و اینا. ولی وقتی که اینو دیدم که مثلا اومد برای اولین بار اولین انسانی که بدون تجهیزات بتونه یکی از وحشتناکترین صخره‌های دنیا رو فتح کنه، شاید به ظاهر بگیم آقا این دیوانگیه، این حماقت یا شجاعت فلان از این حرفا، ولی این آقا 8 سال طول کشید تا به آرزوش رسید. میترسید اول. دقیقاً. یعنی این حالا توی مستندش من ندیدم، ولی اون جایی که اومد یه جا سخنرانی میکرد، سخنرانیشو دیدم من. توی اون برنامه سخنرانی که اومد داستانشو گفت، اونجا گفتش که آقا من هر روز میومدیم از جلوی حالا این صخره رد میشدیم، اگه اشتباه ال کاپیتان بود اسمش، و من میترسیدم که بدون تجهیزات و اینا بخوام از این سو. 8 سال با ترس خودش مواجه شد و انقدر کلنجار رفت و غلبه کرد از آخر. بارها و با 10 بار با تجهیزات صعود کرده بود، یعنی دیگه مسیرها رو حفظ بود، یادداشت میکرد که آقا کدوم مسیر باید چه تکنیکی رو به کار، چون سنگ نوردی حالا اونه که کار بکنن متوجه 70% فکر، 30% تکنیکه. اینکه از چه تکنیکی من استفاده کنم که بتونم همش زور نیست که چون این چه زوری داره، نه، خیلی جا اصلا زور زدنی نیست، فکر کردنیه که من الان با کمترین فشار چه جوری بتونم این مرحله رو رد کنم. به نظر من هم خانوما هم آقایون تجربه کنید. حالا تو طبیعت نه، باشگاه‌های سنگ نوردی هستن، شما میتونی یه جلسه، یه ماه، چند جلسه بری و بهت خیلی نرم شروع میشه، خیلی سبک شروع میشه. اگه ترس داری برو با ترس خود مواجه شو. این آقا عزت نفس، یعنی اون شجاعت شد داشت، خب تکنیک هم که داشت، ولی نمیتونست بر این ترس جدیدش غلبه کنه، بزرگترین ترس خودش. و این وقتی که داشت فتح میکرد خودش اونقدر ترس نداشت که اونایی که داشتن فیلم میگرفتن ازش ترس داشتن، همش اونا داشتن میترسیدن بیشتر. من که داشتم این مستند رو میدیدم ترسم بیشتر از بعد چند سال. وقتی که انجامش بدی حالا بعد میفهمیم که من چی میگم، چه ترس خاصی داره این ارتفاع، حتی وصلی ها، یه نفرم داره حمایتت میکنه گرفته، شما که با تجهیزات، و اون موقع میفهمی که این چه کار خارق العاده عجیب غریبی انجام داده. باید با ترستون روبرو بشین، چون هدفتون طالب این روحیه جنگجو بودن. به نظرم این طرز فکر صعود آزاد کاملا به فرهنگ جنگجویان نزدیکه، چیزی که باید 100% تمرکزتون بذارید روش، چون زندگی بهش وابسته است. پس نگاه کن، اگه الان کسی بیاد به من بگه که آقا یعقوبی من سنم بالا رفته، من سنم پایینه، من شرایطم اینجوریه، من نمیدونم بچه پایینم، بچه بالا، نه من نمیدونم، هر بهانه هر جوری که میخواد بیاره، من دیگه اصلا نمیتونم بپذیرم. چون هم خودمون تو مؤسسمون و هم انقدر دیدم افرادی که رسیدن به اون چیزی که میخواستن، کاری که همه میگفتن نه آقا تو که نمیتونی، انجامش دادن. انقدر دیگه دیدم و انقدر در رابطه باش اون زمان تحقیق میکردم و آدمای بزرگو میدیدم که دیگه اصلا این باور از ذهن من رفته، نمیتونم و نمیشه و اینا نداره، این کلا من نمیتونم بپذیرم. و این باور افراد موفقه.